افسانه صعبه و فیل. بود نبود، یک صعبه بود. وی در شاخ درخت لانه ساخت، تخم گذاشت و بچه برآورد و سرتشویش شد. از پگاه تا بگاه این طرف آن طرف پرواز می کرد و برای بچه هایش دام می آورد. بچه هایش هر لحظه دهان گشاده و صدا داده مادرشان را انتظار می شدند. روزی وقتی که بچه های صعبه کلانک شده پر و بال برآوردند، از کجای یک فیل پیدا شد و آمده خود را به درختی که در شاخ آن لانه صعبه واقع بود مالیدن گرفت. درخت لرزید، خانه صعبه ویران شد، بچه هایش افتاده نابود شدند. صعبه به فیل بی انصاف لعنت خوانده زار زار گریه کرد. چند وقت گذشت، باز صعبه لانه ساخت و تخم ماند، بچه برآورد. باز همان فیل روزی آمد و خود را به درخت مالیدن گرفت. درخت لرزید، خانه صعبه افتید، بچه هایش افتاده نابود شدند. صعبه طاقت کرده نتوانسته با داد و فریاد گفت: ای فیل بیرحم، چرا هر بار که بچه های من به وایم می رسند می آیی و خانم را ویران، بچه هایم را نابود می کنی؟ فیل خرطومش را بالا کرده پیسخند زده گفت: آی جاندارک، تو خود کیستی که با من این طور گفتگو میکنی؟ پهلوی من میخورد، من خود را به درخت میمالم، به توی و بچه هایت کار ندارم. اگر مرا گنهگار دانی، رو هرچی از دستت آید بکن. صعبه با چشم پرآب و با دلی کباب به نزد آشنای خود زاغ رفت. زاغ حال زار او را دیده دلسوزانه پرسید: به تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ ای زاغ دانا، گفت صعبه، من چه خیل گریه نکنم؟ هر بار که تخم میگذارم و چوجه هایم میبرآیند، فیل از کجای پیدا شده می آید و خانه‌ام را ویران کرده بچه هایم را نابود می سازد. زاغ گفت: بدکردار خرد است یا کلان؟ باید جزایش را بیند. من یک دوست دارم، بیا به خانه‌اش می رویم، مصلحت می کنیم. بگفت زاغ. دوست زاغ زنبور بود. زاغ و صعبه به خانه وی رفتند و مصلحت کردند. زنبور هم از این کردار فیل ناراضی شد و فکر کرده گفت: من یک آشنا دارم، بیایید به خانه وی می رویم، مصلحت می کنیم. آشنای زنبور قورباغه بود. به خانه وی رفته مصلحت کردند. زنبور یک توده همجنسانش را گرفته آمد. همه
به پیش فیل روان شدند. رفتند و زنبور به گوش فیل در آمده نش زدن گرفت. فیل بی طاقت شد، یک پهلو خوابیده گوش خود را به زمین مالید. همین وقت زنبورهای دیگر به چشمان او نش زدند. پیلک چشمان فیل ورم کرده هیچ چیز را نمیدید. چند وقت نجنبیده خوابید. بعد تشنه مانده از جای خیست. قورباغه خویش و تبارش را جمع کرده به لب جری آورد و همه قرقر کنان به خواندن درآمدند. فیل به گمان آنکه آنجا آب است به جری رسید. قریب به جری غلطیده بود که زاغ بالای سرش پریده آمده گفت: ای فیل، قفا گرد که به جری میافتی. فیل سراسیمه قفا گشت. قورباغه ها آن طرفتر رفته باز قرقر کردند. فیل آب آنجا بوده است گفته به سوی قورباغه ها روان شد و به لب جری آمد. وی قریب غلطیده بود که زاغ بالای سرش آمده گفت: ای فیل، قفا گرد که به جری میافتی. فیل سراسیمه از راهش گشت. همین خیل چند بار فیلی تشنه را قورباغه ها به نزد جری بردند و زاغ او را قفا گرداند. دفعه آخر فیل به سوی جری میرفت که ورم پیلک های چشمانش قدری کمتر شده یک چشمش نیمراه گشاده شد. دید که در حقیقت در لب جری ایستاده است. وی سراسیمه گشت. این لحظه صعبه رو به رویش پرواز کرده گفت: فیل، تو مرا میشناسی؟ آیا تو همان صعبه نیستی که من خانه‌ات را ویران کردم و بچه هایت نابود شدند؟ پرسید فیل. ها، من همان صعبه‌ام. اکنون تو بگو که مغروری، بزرگی و زوری نشان دادن چه عاقبتی داشته است؟ عاقبتی تلخ، گفت فیل و علاوه کرد: من دیدم و دانستم که خرترکان اگر متحد شوند و انتقام جویند میتوانند بزرگترین و زورترین ها را مغلوب کنند. انا از همان وقت این جانب فیل با وجودی از بزرگترین زورترین جانوران بودنش خوشفعل و بیضرر شد و به یگان جانوری دیگر ضرر نمیرساند. خرترکان مهربان، انا همین بود افسانه صعبه و فیل. امید دارم که این افسانه پسند دلتان گشت.